راز سلامتی ذهن و جسم در آن سرچشمه میگیرد که ما به آنچه گذشت ماتم و عزادار نباشیم و آنچه که هنوز نیامده است نگران و از آن مشکل ایجاد نکنیم، بلکه در لحظه حال، یعنی خودی حالا، با جدیت و خیلی خردمندانه زندگی کنیم. روان عمر خیام بزرگوار شاد باد که چی زیبا گفته است: روزی که گذشته است از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، خوش باش کنون و عمر برباد مکن. آیا عزیزان بلندتر و زیباتر از این گفته خیام برای شاد زیستن و نگران آینده و غمگین شدن از گذشته پیدا کردن میتوان؟ پس بیایید خردمندانه، شاد و مسرور زندگانی کنیم.